چرا فرزندمون با ما ارتباط برقرار نمیکنه؟ به نام خداوند آرامش. یکی از بزرگترین دغدغه‌های پدر و مادرها مخصوصا در سنین خاصی که به وجود میاد اینه که چرا فرزندمون از خانه فراریه و یک محیط خارج از خانه محیط امن خودش میدونه. زمانی که از فرزند میپرسیم چرا محیط امن تو خارج از خانه است، یه جواب بسیار عمیقی به شما میدن. در جواب میگن که پدر و مادر ما را درک نمی کنند. اینجاست که به کلام امیرالمومنین علی علیه السلام میرسیم که میفرماید لا تقصروا اولادکم علی آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم. فرزندانتون رو با آداب خودتون تربیت نکنید، برای اینکه اینها آفریده شدن برای آینده و زمان غیر از زمان شما. مثل اینکه شما یک کمان در نظر بگیرین که تیر این کمان فرزند شماست، خود کمان خداوند متعال که راهبرد و راهنمای شماست و شما نقش یک کماندار را دارین. شما پدر و مادر هر چی بیشتر این کمان را بکشین، قدرت و زمانی که این میتونه طی کنه بیشتره. یعنی فرزندمون رو به نحوی تربیت کنیم که بتونه در اجتماع زندگی کنه، از حق حقوق خودش در آینده دفاع کنه و استعدادهایی که داره بروز بده. پس شما پدر و مادر آگاه باشین در تربیت فرزند، بین تربیتی که خودتون شدین و تربیتی که میخواین ارائه بدین تفاوت ساختاری وجود داره. پس با ما همراه باشین، این تفاوت‌ها رو بشناسین که بتونیم یک فرزند مناسب اجتماع و موفق تحویل جامعه بدیم. پس پست بعدی ما رو از دست ندین که قراره به شما کمک کنیم شخصیت خود و فرزندتون رو بهتر بشناسیم.